دوستان سلام. امروز جمعه ساعت 1 ظهر اومدم پارک محلمون یه قدمی بزنم و یه هوایی بخورم و از برف استفاده کنم. یه داستانی و یه موضوعی دیدم خیلی حالم گرفته شد. اینجا رو نگاه کنید، این یه دونه همین سرسره های بازی بچه ها. این سر سرسره این دوستان کیسه کشیده اون تو خوابیده. خانم استفاده نکن، اون تو یکی خوابیده، این تو یکی خوابیده. این بچه میخواست بره سرسره، بهش گفتم نره، الان بنده خدا یهو میافتی تو این رو سر کلش. خدا وکیلی آدم حالش گرفته میشه این چیزا رو میدونه. مملکت درستی الان هست تو این سرما، تو این برف. از دیروز این بنده خدا رفته این تو، تا الان اون توه. خدا نجاتم بده. بچه ها میدونی یه ذره آدم معرفت داشته باشه، یه ذره بیشتر به اینجور آدم ها، اونایی که بی خانمانن، اونایی که کارتون خوابن، حتی اونایی که اعتیاد دارن، کمک بکنی هیچ اتفاق خاصی نمیافته. هیچ مشکلی نداره آدم دست کنه جیبش یه 100 تومانی، یه 50 تومانی، حتی برای کشیدن مواد به طرف. اونی که کارتون خوابه، اونی که شرایط اینجوری داره، ما حالا چه معتاد هست چه نیست، یا حتی به این گربه‌ها و سگ‌های خیابون تو این زمستون یه غذایی بده بخورن، یه حرکت مثبتی براشون بکنیم، خدا میبینه، جای دوری نمیره. امیدوارم این فرهنگم برای ما ایرانی‌ها که الحمدلله تو همه چی نامبروانیم اتفاق بیفته. زمستون برف، هوا سرده، 10 دقیقه میایم بیرون از خونه، 10 مدل کاپشن و پلیور و لوازم گرمایشی، کلاه و دستکش و تشکیلات میپوشیم، کارمون رو سریع انجام میدیم، میپریم تو خونه بغل بخاری. حالا حساب کن طرف کل عمرش 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، یه روزه تو خیابون، حالا به عناوین مختلف به خاطر خیلی از مسائل زندگیشو داره تو خیابون میگذارونه. یه ذره نگاهمونه به یه جور آدم ها بیشتر معطوف بکنیم، خیلی خوبه. مرسی، ممنونم. فعلا خدا نگهدار.